در بحث آرایش زیاده روی، یه زمانی یادمه ابرو شیطونی مد شده بود برای دخترها که گوشه ابرو از پس سرش میزد بیرون اینجوری میرفت. الان من شنیدم ناخون شیطونی مد شده. خدای من این دیگه چیه ناخون چیه؟ یعنی اینطور که پیش میره که در آینده ببینی دخترها سوار دسته جارو شدن مثل جادوگرها دارن. زمانه من خواهشی که دارم، آقا پسرایی هستن که خیلی عشق و علاقه به فیتنس و بدنسازی و خودنمایی این چیزها دارم. من تقاضایی که عاجزانه از برادران خودم دارم، اون آقایونی که مثل من زیاد قامتشون بلند نیست، اینا دیگه بدنسازی نرن، خواهش میکنم. میدونید چرا؟ اینا میرن بدنسازی طول و عرضشون یکی میشه، بعد از این تیشرت زردام میپوشن، از روبرو میاد فکر میکنی باب اسفنجی. اصلا یه اوضاع از این. من خواهشی که دارم خودشون رعایت کنن دیگه.